بیایم بریم به زمانی که قدرت سیاسی فقط با شمشیر به دست نمی اومد. تو آذربایجان قرن نهم خطرناکترین اسلحه اغلب یه حلقه ازدواج بود. این دوران فقط میدان جنگ نبود، یه صفحه شطرنج سیاسی بود که با ازدواج بازی میشد. برای بیشتر از 150 سال شهر تبریز مرکز این بازی خیلی حساس بود. 2 اتحادیه رقیب ترکمن برای کنترل اوضاع می‌جنگیدن و از پیوندهای خانوادگی به عنوان استراتژی اصلیشون استفاده می‌کردن. نکته واقعاً جالبش اینه که استراتژی ازدواج این 2 زمین تا آسمون با هم فرق داشت. قره قویونلوها از ازدواج به شکل دفاعی استفاده می‌کردن، فقط برای اینکه قدرتشون تو تبریز رو حفظ کنن. در مقابل آقویونلوها تهاجمی بودن. اونا از ازدواج برای ساختن یه امپراتوری جهانی استفاده می‌کردن. اما یه ازدواج فقط یه حرکت استراتژیک مسیر تاریخ رو برای همیشه عوض کرد. اوزون حسن تصمیم گرفت این جنگ بی‌پایان رو با ایجاد یه نیروی کاملاً جدید تموم کنه. اون یه ازدواج بین دختر خودش و رهبر طریقت بانفوذ صفوی ترتیب داد. این طرح رو ببینین، به ظاهر مذهبی بود، اما در واقع یه سلاح استراتژیک بود. خب، حالا بیاین روی خط زمان ببینیم چطور همین یه اتفاق به یه سلسله جدید ختم شد. پس این جنگ طولانی خانوادگی 3 نتیجه خیلی مشخص و واضح داشت. این یعنی صفوی‌ها یه دفعه پیداشون نشد. اونا از دل همین جنگ‌های خانوادگی ترکمان‌ها به دنیا اومدن. خب چرا این مهمه؟ چون بهمون نشون میده که تاریخ فقط تو میدان جنگ ساخته نمیشه، گاهی تو دربار شکل میگیره. من حسین علی محمدی هستم و خوشحال میشویم نظرات، دیدگاه‌ها و پیشنهادهای خودتان را با ما در میان بگذارید. کمک کنید صدای باریش سسی را به گوش دوستانتان برسانید. باریش سسی سیزین سسی نیست.